حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه یکی از خلیفه های عادل بودند. در برابر اینکه امیرالمؤمنین بودند باز زاهد بودند، اهل تقوا و کار آخرت همیشه مشغول بودند، و یاد آخرت همیشه شغل داشتند. میگویند که هر بیگاهی علمای و فقهای و مشایخ جمع میکردن همون قصرشان برند. بعد میگفتن نقل کنید از احوال قیامت، فردای قیامت چی کارا میشه دویتان. بعد نقل میکردن بزرگا، صحبت آغاز کرده، فقط مخصوص درباره آخرت گفتگوی آغاز میکردند و از تأثیر این حادثه های قیامت و واقعه های آخرت آنقدر متأثر شده گریه میکردن یک جای هماشان که خیال میکردی که بیناشون یکان تا آدمی نزدیکاشون مرد آب و ادا میشدن. همین چون که ویها یقین داشتن هرچی که خدا میگفت به مثلی که دیده استاده باشن هم خود قبول میکردن. برای همون من این روز موضوع ما که ادامه سوره عمه بود که ما تفصیل آن را هفته گذشته آغاز کرده بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این یوم الفصل کان میقاتا. به درسته که روز فصل روزی که وقتش معین است. روز قیامت اینجا روز فصل بود. فصل معنیش جدا کردن. روز قیامت چندین نام ها دارد. یکی از نام های آن یوم الفصل، روزی فصل کردن، جدا کردن بین حق و باطل، بین نقض و گندر، بین گناه و ثواب. خلاص همه چیز جدا میشد، حق و باطل جدا میشد، جنتی و دوزخی جدا میشد، همه چیز جدا میشد. انمی روز فصل روزی که میقات است. میقات یعنی که وقتش معین است نزد پروردگار. یک روزی را خدا معین کرده، تقدیر کرده، مشخص کرده است که اینکی خیلی بگیش هیچ کس نگفته است، مقرر کرده است، با وجود که نزد ما نامعلوم است اما حق است. یعنی روزی فصل یک روزی معین. برای چی روزی معین کرده شده است؟ اون روز را برای چی معین کرده شده است؟ للبعث و جزا، برای همین جزا دادن و حساب و کتاب و همین کارها خدا معین کرده است. یعنی این سراسیمه میشد، ناباور انسان ها سراسیمگی میکرد که شاید داخل نمید ما فایده استادیم، شاید داخل میگفت. بعد الله تعالی گفت که وضع میشوید و روزش خدا معین کرده، خواهی نخواهی میشد. لیکن حاضر طلبی تو به نگاه کرده نمیشد، حاضر شاید گوی حاضر نمیشد و در اختیار خداوند است. تأخیر دیر شدن آن دلالت نمیکند بر نشدن آن. یک چیزی که دیر شود کن نمیشد نمیگوییم، دیر هم که شود میشدگی که باشد میشود. انا اینجا یکم خصوصیت روز قیامت بیان کرد که این روزی فصل است و جدا شدن است. این دنیا به همه عرلش و آمیخته نقض و گنده هیچ که جدا کرد نمیتونند. انا خیلی پوشیده است. یا عموما هم انسان ها به هم دیگر پوشیدند و کی نقض و کی گنده، کی جنتی کی دوزخی به نزد ما معلوم نیست. بسیار کسانی هست که خوب نما هستند اما باطنا بد هستند. بسیار کسانی هست که ظاهرا نظر شما بنن چینی معقول نیست اما در اصل انسانی نیک است. خلاص عرلش هست، معلومی هست در دنیا. همین چیزها فردای قیامت جدا کرده آشکار کرده میشد. این یک خصوصیت روز قیامت. دیگرش میگیم میقات است، معین کرده شدگی وقتی اون را همون مدت فرا رسد میشود. دیگر خصوصیتش این که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که دمیده میشود در صور پس می آید شما فوج گروه. یعنی روز قیامت
با دمیدنی سور میشد. حضرت اسرافیل علیه السلام همون سوره که خداوند خودش میداند و چگونه است و چی چیز است، همونه که امر میکنن که به همون بیدن. وقتی که دمیدن با قدرت پروردگار تمامی جانهای کلی بشریت جسمهای خود را دریافته، جسدهای خود را دریافته داخل آن میشن. پس زندهش فتعتون افواج را زنده شده می آید، گروه جماعت در میخیر می بیاید. ترتون می بیایید در همون کجا بمیرن؟ همون جایی که خدا آماده ساخته است برای حساب و کتاب، همونجا میرن. از نرفتن هیچ کس دیگر مجال این کار چی ندارد، خواهد نخواهد میرد، همونجا حاضر میشد. یوم ندعو کل اناس بامامهم. دیگر آیتی اسراء به خدا گفته است که روزی که دعوت میکنیم هر یک مردمان را، همین مردمان را به امامشان، هر کس امامش که همونجا حاضر میشده است. مراد از این امام کی گفتیم پیغمبر. هر امت با پیغمبر خود است، پیش پیغمبرش از قفاش جمیع امت همونجا حاضر میشده. باز دیگر مفسرها گفتن که به نامه اعمالشان هر انسان همین نامه اعمالشان کتی حاضر میشن. بعضی از این حالتها را بزرگان به طریق شعر از آیتها و حدیثها گرفته همین طریق بیان کردند که حضرت مولانای جلال الدین رومی گفتند در حدیث آمد که روزی رستخیز امر آید هر یک تن را که خیز. حدیث به چنین آمده است میگن روزی رستخیز، روز قیامت امر میشد از جانب خدا هر یک تن انسان به امر میشد که بخیز. نفخ صور امر است از یزدان پاک کی براره ده زراری سرز خاک. نفخ صور یعنی صور به دمیدن امر از جانب پروردگار میشد به اون فرشته پاک که در برابر دمیدن آن سرز خاک هم میبردارد. باز آید جان هر یک در بدن همچو وقتی صبح هوش آید به تن. چرا که پگاهی صبح میخیزید از خواب بیدار میشید، هوشتون به سرتون میآید، هوشیار شده میخیزید. خواب بودید چی نمیفهمیدید، وقتی بیدار شدید باز حسیات شما به کار میدراید. به مثل همین این دنیا به مثل همین خواب است که فردای قیامت، صبح قیامت که شد دیگر از خواب غفلت دنیا میخیزید که این گپ کار است. جان تنی خود را شناسد وقتی روز در خراب خود درآید در کنوز. چون کنوز همین خرابزار تنی خودش به جان میدراید به مثل گنج. جسم خود بشناسد و در وی رود جان زرگر سوی درزی کی رود. جان زرگر درزیگر نمیرد، هر کس جانش به تن خودش میرد. جان عالم سوی عالم میرود، روح ظالم سوی ظالم میرود. جانها علیش نمیشد. باز الله تعالی میگه و فتحت السماء فکانت ابوابا و کشاده میشود آسمان را پس میباشد در دروازه ها. همون آسمان به اذن پروردگار کشاده میشود، همون شکافی ها میشود که برای نازل شدن ملائکه ها. و سویرت الجبال فکانت سرابا و زایل کرده شود کوهان را، پس میباشد سراب، به مثل سراب باشد. کوهها از جایش میجنبد و خصوصیتی وزنینی خود را گم میکند. یک سبوک میشد، به مثل یک پشمی کفته شده میشد. به مثل سراب نظرتان به سیاهی کوه نمایید است، نه که در پیشش دارید به مثل یک دود ناچیز است. اکنون روز قیامت از همه روز قهر و غضب و شدتی قدرت پروردگار باشد. اگر به این حالتها رخ دادنش شخص عاقل شبهه نمیکند، چون که همین بنده های عاجز به عقل ناقص خود چیزهای ساخته اند و یک نمود
سلاح‌های بمب‌های ساختن که اگر روی استفاده کنن اگر کره زمین دیگر حیات تمام میشه. برای همین شخص عاقل احوال دنیا دیده هر یک لحظه و حالت و حادثه دنیا یک اندیشه و فکری آخرت میکند که دنیا برای خیلی کارا شده است، آخرت به شدنش چی جایی تعجبی دارد گفته ایمانش زیاد کردن میگرد. روزی آخر که آسمان درست شود از هیبت قیامت سوست، پاره پاره فرو شود از خشم، کوههای زمین شود چون پشم. این چنین گردد آسمان و زمین، وای بر جان عاصی مسکین. آسمان و زمین استوار و مستحکم، کوههای وزنین و گران این خیل حالت شود، آدمیزادی بیچاره احوالش چی میشده باشد؟ خلق عالم شوند یک جاگیر، شود هزار جمله گرداگیر. در حساب و کتاب و وزن و سوال، عقلها زایل و زبانها لال. دفع جرح و مجال گفتن نه، اگر خودت عذر بیان کنم گویی بهانه ها کاری امکان ندارد. از تو یک ذره نهفتن نه، رست کنم گویی رست کرده نمیشد. تنها اعضاهای خودت قبل در آمده چی بوده ای تو آشکار میکند. خصمها آید از جوان و پیر، آیدان در ندای گیراگیر. ملکان عذاب آماده، وای بر جان آدمی زاده. باز الله تعالی گفت این جهنم کانت مرصادا. به درسته که جهنم بوده است مرصاد. همین جهنم که در آخرت یک قسمی مردم میرن، اون چیز است؟ مرصاد است، یعنی جای نظارت کننده، یعنی سخت مراقبت و نظارت میکند احوال مردم را. یعنی که مقصد فهی ترصدهم و ترقبهم بحیث لا یستطیعون هرب منها. همین خیل اهل خودش را زیر نظارتش گرفته است که امکان از راه گرفتن وجود ندارد. چیزی که فرض کنیم یک آدم در روی پرتون شما نظارت کرده ایستاده است، چشمش نمیکند از شما، یا قوه‌ای زوری که شما نزد او عاجز هستید و شما دریابنده هستید دیگر جای گریز ندارید، زیر نظری یا قرار دارید. به مثل همین اهل دوزخ زیر نظری دوزخ قرار داشته بودند که از راه هیچ گرفتن امکانش نبوده است. ابن عباس روایت کردند که بر همون بالای جهنم گذرگاهش 7 جایی نگاه می‌داشتگی بوده است. یک کمش را نگاه می‌دارند، از کلمه طیبه شهادت می‌پرسند اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. همین دارد یا نه؟ همین انسان همین در دنیا قبول کرده، همین کتی از دنیا اینجا آمد یا نه؟ نمی‌پرسیدند. اگر گذردگر دویم گذرگاه می‌گذشته است، بازداشتگاه بعد از نماز می‌پرسیدند. پس اگر نمازش حساب کتابش داده تانست خلاص کنه، نمازش خواندگی هم مشق شده راه می‌دادند، سیم خانه به می‌گذشته است. پس از زکات می‌پرسیدند. اگر زکات هم جواب تیه دو زکاتش وقتش به دنیا به همش دادگی باشد، 4 به می‌گذشته است. از روزه می‌پرسیدند. روزه های همش داشتگی قضا نکرده ماهی رمضان به همه روزه هاش داشته باشه دیگر 5 به حج می‌گذراندند. یعنی قادر بودی امکانی رفتن بود رفته باشد گذشت، نرفته باشد نگاه می‌داشت. اگر از آن گذره دیگر 6 به می‌گذراندند، از عمره می‌پرسیدند که تو به توی استطاعت داشتی کردی یا نه؟ اگر جواب تیه دیگر 7 به می‌گذراندند، بعد 7 به از مظالم می‌پرسیدند. مظالمش حقی مردم، معاملات بین همدیگر، سودا ستیق کار و باب
کیا حقش خورد، کیا ظلم کرد، کیا دستش کتی یا زبانش کتی جور کرد یا نغزه کرد یا بدی کرد. خلاص معاملات بین مردم چگونه داشت، انامینه صاحب کتابش میکنیم. فین خرج منها الا یقال. اگر از این هم سلامت صاحب کتابش سپرد و خلاص کنند میگن نجات می‌یابد. و الا اگر این همین هفت ذکر شدگی به بعضی ها هست که پره گذشتگی دیگر حاجتی برای بازداشتن نیست، بعضی ها کمبودی هاش بسیار بوده است. بعد می‌فهمیم که نگاه کنید کنی همین نوافل عملها دارد، عملهای نفل دارد، نمازش به کمبودیش بوده است، فرضش به کنی سنت و دیگر نفل ها خواندگی باشد، همون کمبودیش نفل و سنت ها کتی رو پش میکنیم. یا روزه هم کمبودی هاشه، روزه های نفلی کتی، زکات هم کمبودیشه، صدقه های نفلی کتی جاش پر میکنیم، بعد دیگر نجات میافته است. اگر این خیلی نقصان و چلمانه دیگر بعد اکن دیگر این حالتش معلق به گمان نیستد، خدا رحمش بیاد میبخشد. نه اگر جزاتی هم که دیگر چنین کمبودیش جزا میگیرد. للطاغین مآبا. این جهنم یکمش این که نظارت کننده اهلش است، اهل محشرگاه است. دویمش این که برای طاغیان، برای ستمگاران جای و مأوا است، جای بازگشتشان است. لابثین فیها احقابا. به جان خود جور کردگان، به دیگران ستم کردگان وقتی که اونجا که در آمدن چه میستند؟ الله تعالی میگه لابثین استندگانند فیها در همون دوزخ احقابا. حقبها یعنی سالهای دور و دراز، سالهای زیاد حسابش بنده ها صرفم نمیرند. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. همونجا در آمدن دیگه سالهای دور و دراز و زیاد میایستادیان. احوال چیست؟ چی میخورند؟ چی مینوشند؟ چون تنی زنده که داشته باشند و غذا طلب میکند. بعد الله تعالی میگه که لا یذوقون، ذوق نمیکنند، نمیچشند در او برد و شراب را. برد یعنی سلقینی و خنوکی و نه شراب و آب را. سلقینی برای آنها وجود ندارد. یک آب زلالی که تشنه شکن باشد وجود ندارد. الا حمیما و غساقا. مگر دو نمودی خوراک نوشاکه وجود دارد. از خوراک فقط حمیم را به اون میناشونند. حمیم آب است، اما آب نهایت درجه بلندترین جوشش رسیدگی که در برابر خوردن تمام وجودش آب شده میریزد. و غساق یعنی خونرینی اهل دوزخ، طعامشون همین بود است. نعوذ بالله من ذلک. اینا شنیدم بعد خیال نکن میگد که اکنون این تازه عذابش سخت این جواب میشد که نه جزاء او وفاقا گفت دوامش داد. این جزای موافق گفت الله تعالی. جزاء او وفاقا. این نمود عذاب دادن موافق حال آنهاست، موافق همون گناهی که داشتن بعد برابر همون اول یک ذره زیاد نیست. این بیان عدالت الله تعالی است که انما لم نظلمهم بإلقائهم فی جهنم. ما با آنها رو به جهنم پرتافته آنها یکان جور و ظلم نکردیم نسبتشان. و انما جازیناهم بذلک جزاء موافقا. ما این گونه جزا دادیم، جزای موافق اعمال بدشان در دنیا. این نمود جزای سخت عقلا هم تصور کنید اگر موافق است. فرض کنیم همین جنایتکارهایی که در دنیا جنایت میکنن، همین یک جنایت فرض کنیم یک لحظه میکنن، 5 منوت به یک آدم میکشن. فرض کنیم چند سال طول میشن؟ 20 سال 30 سال. چین همین جنایت کردیش حق است که 20 سال طول میشد، حق است که 30 سال طول میشد، چون که ناحق آدم کشت باید. یا به همین مانند همین جنایت هایی که جنایتکارا میکند در یک لحظه میکند، اما 10 سال محروم میشد از آزادی.
تقاضای عقلی انسان همین است. این جواب نیست. هیچکی نمیگوید که این قاتل به جو شد، دیگه این بیچاره 20 سال گرفت دینش نمی‌سازد، خوب شد میگوید، کم میگوید. وقتی که نسبت یک بنده اگر ستم کند، اگر همین جزا دادن موافق طلبی عقلی انسان باشد، این کافرها جنایت‌هایی که نسبت پروردگار میکنن خیلی تصور کرده نمیشه. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. چرا فقط همین عذاب میچشند و عذاب میکشند؟ برای اینکه اینهم كانوا لا يرجون حسابا، بدرسته که آنها نمیترسیدن از حساب. همه قمیش میدن حساب و کتاب عمل بود است، احتیاط کن، دانسته که تو کارت کن، گفته ایگه توی میشنون لیکن نمیترسن. و کذبوا بآیاتنا کذابا، با آیات‌های ما تکذیب میکنن، دروغ میگن. این نمود خدا به بی‌آدابی کندگر و اینون مقدار جهنم جزا میتیاده. یک آدم این نمود بی‌معنیگی نسبت شما کندگر خیالتون کشید. شما مسخره کنید و شما دروغچی به گروه را شما دو پول بنگیرد بکتونه. دست بیاوید از دستون چه خیلی تعدیب و جزا بیاد میتید. پروردگار عالمیان با این قدر مهربانی هاش و نوازش هاش و این قدر امکانیت و شرایط فراهم آورده، تمام حیات برای شما سرشار کرده اون همه چیزایی و آیت هاش فرستان، هزاران پیغمبرای فرستان، کتابای فرستان دو هزارها بار شنید و باز هم دروغ گویید، مسخره کنید، استهزا کنید، جهنم نشده دیگه کجا میرد؟ و کل شیء احصیناه کتابا، و همه چیزا ما حساب کردیم، نگاه داشتیم، حساب و کتابش حفظ کردیم در کتاب و در نامه اعمال و در لوح المحفوظ. این عملهای شما حساب و کتاب که جزای ثواب و گناه و چی میشن، عذاب راحت میشن، هم تو هوایی که نه، هر یک ذره هاش حساب کنه، چنین همون یا به نیکی جزا میتین یا به بدی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. الله تعالی میگه پس بیچشه. پس هرگز زیاد نمیکنیم به شما، یعنی چیز زیاد نمیکنیم مگر یک چیز را زیاد میکنیم. الا عذابا، فقط عذابتون زیاد میشه. اولی رفتگیتون چند مقدار بود، همه خیلی خیل نمیرسن. تا رفته زیاد درجه به درجه زیاد شدن میگرفت است. نعوذ بالله خدا کنات یاد. ابن مسعود رضی الله عنه گفته بودند که لو علم اهل النار انهم یلبسون فی النار عدد حصى الدنیا لفرحوا. اگر اهل دوزخ بدانند که در این دوزخ به عددی ریگ‌های دنیا در دوزخ می‌ایستند. این دنیا چند عدد ریگ بیابان هست، همون عدد سال در دوزخ می‌ایستند، همین ادا میگه خرسند میشن که خیلیت ادا نشده از عذاب افتاد. لیکن نیست. ولو علم اهل الجنة انهم یلبسون فی الجنة عدد حصى الدنیا لحزنوا. اگر اهل جنت دانند که فرض کنید اعلام شود بالای سرشان که شما به عدد ریگ‌های در دنیا بودگی همون مقدار عدد سال در جنت می‌ایستید، بعد تمام میشه. ریگ دنیا به حساب است لیکن آخر دارد. همین میلیاردها سال میلیارد به میلیارد ضرب زنید چی میشن؟ با چند برابر دیگر ضرب زنید، خلاص همون مقدار می‌ایستی لیکن یک روز به اتمام میرسد. گفتگی گپشون نمیگه غمگین میشن که همین خیلی جنت پر از ناز و نعمت و حضور خداوند بوده است که میلیاردها سال ایستادن سر نمیشدن، افسوس میکنن که حیف میشد که ادا نشده است. میگن که حضرت عبدالله ابن عمرو میگن که این روایت در بعضی روایت ها از جناب رسول الله علیه السلام نقل کردی، گفته بودند که در قرآن از این دیده به اهل دوزخ سخت‌ترین وعید در قرآن ذکر نشده است. اما آیت سخت‌ترین کدام بوده است؟ همین آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس بچشید ای اهل دوزخ، عذابتون را بکشید، به شما هیچی زیاد کرده نمیشود، فقط عذاب را زیاد کرده میشود. این سخت‌ترین آیت بوده است.
چون بگیرد جحیم غریدن، پرده های عیوب دریدن. آن جحیم از شبی سیه تاریک، زبری او پل زینو باریک. همز شمشیر تیز و براتر، غیر از این راه نیست راه دیگر. گوید آنجا موکلان پانه، ننهندش کنند دهاده. گر تو آسان نسازی آن مشکل، وای بر جان بنده غافل. پروردگار خودش این مشکلی های قیامت آسان نکند. وای به حال ما امیدواریم که خدا پروردگار رحمش بگیرد و همه ما و شما صحت و سلامت نجات دهد.